وصیت 34 میانه روی در عبادت. از انس پسر مالک رضی الله تعالی عنه روایت است که 3 نفر به خانه از خانه‌های همسران پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمدند و از عبادت پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرسیدند. چون آنها را از عبادت پیغمبر صلی الله علیه و سلم خبر دادند، مثل که نسبت به خودشان آن را کم شماریدند و گفتند ما کجا و مقام پیغمبر صلی الله علیه و سلم کجاست؟ خداوند گناه گذشته و آینده پیغمبر صلی الله علیه و سلم را بخشیده است. پس یکی از آنها گفت اما من تمام شب را نماز می‌خوانم و عموما خواب نمی‌روم. نفری دویمش گفت من تمام سال روزه می‌گیرم و عموما افطار نمی‌کنم. نفری سیومش گفت من از زنان دور می‌شوم و هرگیز ازدواج نمی‌کنم. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم نزد آنها آمد و گفت آیا شما چنین و چنان گفتید؟ سوگند به خدا من از شما بیشتر ترس و تقوا از خدا دارم، ولیکن روزه میگیرم و باز افطار می نمایم، نماز می گذارم و خواب می نمایم و ازدواج می نمایم. کسی از سنت من روی گرداند پس از امت من نیست. متفق علیه.